سلام، من محمد هستم. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از بازی رد دد ردمشن 2. تو این ویدیو میخوام تمام کارهایی که برای 100% شدن بازی باید انجام بدیم رو بهتون نشون بدم. تمامی این کارها به 5 قسمت تقسیم میشن که قسمت اول مربوط به مراحل و اتفاقات تصادفی هستش که حین بازی برامون رخ میده. بخش دوم بخش کالکتیبلز یا مواردی هستش که باید داخل محیط بازی پیدا و یا جمع کنیم، مثل استخوان‌های دایناسور، حکاکی روی سنگ و امثال اینها. بخش سوم در مورد کشف کردن و پیدا کردن انواع حیوان‌ها، ماهی‌ها، تجهیزات و مواردی مثل اینها هستش. قسمت بعدی و بخش پلیر که همینطور که از اسمش میشه فهمید مربوط به کاراکتر داخل بازی و ویژگی‌های اون هستش. و قسمت آخر هم در مورد کارهای متفرقه‌ای هستش که میتونیم داخل محیط بازی انجام بدیم، مثل دیدن تئاتر، صحبت با NPC‌ها، حمام کردن و کارهایی مثل اینها. تو این ویدیو هم من سعی کردم تا راحت ترین و سریع ترین راه برای انجام هر کدوم از موردهایی که برای 100% شدن بازی نیاز هستش رو نشون بدم که امیدوارم شما هم بتونید خیلی راحت و با استفاده از این ویدیو بازیتون رو 100% کنید. پس با من تا انتهای ویدیو همراه باشید و در آخرم اگر از این ویدیو خوشتون اومد ازتون ممنون میشم ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا به من آپلود کردن ویدیو بعدی شما از اون باخبر بشید. خب همینطور که احتمالاً میدونید اولین و مهمترین چیزی که برای 100% کردن بازی باید انجام بدیم تمام کردن بخش داستانی بازیه که شامل تمام مراحل اصلی که توی چپترهای مختلف با آرتور و توی اپیلوگا باید با جان بریم میشه که تقریباً بیشتر از 75% از 100% رو بعد از تمام کردن بخش داستانی میتونیم به دست بیاریم. دومین کار هم در مورد مراحل فرعی بازی هستش که برای 100% شدن بازی باید حداقل 10 تا از اونها رو کامل کنیم. این مرحله های فرعی اکثرا با یک علامت سوال داخل نقشه مشخص شدن و هر کدومشون داستانی رو برای خودشون دارن که البته بعضی هاشون رو حتما برای 100% شدن بازی باید کامل کنیم که جلوتر بهتون میگم کدوم مراحل هستن. سومین کاری که برای 100% کردن بازی باید انجام بدیم این هستش که 5 مجرم یا بانتی رو دستگیر کنیم و به کلانتر تحویل بدیم. اولین بانتی رو هم توی چپتر دوم این مرحله میتونیم دستگیر کنیم و به کلانتر ولنتاین تحویل بدیم. بعد از انجام این مرحله پوستر مجرم‌های دیگه‌ای رو هم توی کلانتری‌های شهرهای مختلف بازی میتونید پیدا کنید و اونها رو هم دستگیر کنید. مورد بعدی ایونت ها و اتفاقات تصادفی بازی هستن که با گشتن داخل محیط بازی برامون اتفاق میافتن و برای 100% شدن بازی هم باید حداقل 25 مورد از این ایونت ها براتون داخل بازی پیش بیاد که اینجا چند مورد از این ایونت ها رو میتونید ببینید. مورد بعدی که جزء ایونت های بازی هم هستش اینه که حداقل یک بار توسط دشمنا غافلگیر بشید و توی کمین اونا بیافتید که احتمالاً توی همون ابتدای بازی چند مورد از این کمینا براتون اتفاق میافته و این مورد هم خیلی راحت میتونید انجام بدید. آخرین بخش مراحل اتفاقات اینه که به هر 6 کمپ اصلی دشمنامون حمله کنیم و همه افراد داخل کمپ رو بکشیم و اونجا رو بگیریم که 4 تا از این کمپ ها رو میتونیم با آرتور بگیریم و 2 تای دیگه که برای گنگ دلوباها هستن رو با جان میتونیم بهشون حمله کنیم و من محل همه اونا رو براتون داخل نقشه مشخص کردم.
خب اولین مورد از بخش کالکتیبلز که برای 100% شدن بازی باید انجام بدیم اینه که حداقل یکی از پوینت آف اینترست های بازی رو پیدا کنیم و نقاشی اون رو داخل دفترمون بکشیم که من محل چند تا از اونها رو براتون داخل نقشه مشخص کردم و خیلی راحت میتونید اونها رو پیدا کنید. کار دیگه ای که نیاز هست برای 100% شدن بازی انجام بدیم پیدا کردن 8 قبر اعضای گنگ به همراه قبر ایگل فلایز پسر رئیس سرخپوسته هستش که من محل همه این قبرها رو براتون داخل نقشه مشخص کردم. مورد بعدی پیدا کردن و کامل کردن حداقل یک مجموعه کارت سیگار هستش که من محل همه 12 کارت سیگار مجموعه ورلد چمپیونز رو براتون مشخص کردم و میتونید با پیدا کردنشون این درخواست رو هم انجام بدید.
همینطور که اول ویدیو گفتم، برای 100% کردن بازی حتما باید یک سری مراحل فرعی خاص رو هم تکمیل کنیم. این مراحل پیدا کردن استخوان‌های دایناسور، صید ماهی‌های افسانه‌ای، پیدا کردن ارکیده‌ها برای الجنونواس، پیدا کردن حکاکی‌های روی سنگ، مرحله فرعی هانتینگ ریکوست، پیدا کردن گنج جک هات گنگ و آخرین مرحله هم پیدا کردن تمام دریم کچرهای داخل بازی هستن که ویدیو همه این مراحل رو قبلا درست کردم و لینک اونا رو هم توی قسمت دیسکریپشن قرار میدم که میتونید اون ویدیوها رو هم تماشا کنی. مورد بعدی که بازی برای 100% شدن ازمون میخواد اینه که حداقل 50 گونه از 178 گونه حیوانی که داخل بازی هستش رو کشف کنی، که کار خیلی سختی نیستش و من چند منطقه رو بهتون نشون میدم که میتونید با رفتن به اونجا حیوانات خیلی زیادی رو پیدا کنی و در ضمن داخل شهرهای بازی هم میتونید انواع حیوانات اهلی مثل سگ و گربه و خوک و حیوانات مثل اینها رو پیدا کنی. مورد بعدی به دست آوردن 10 اکیوپمنت یا تجهیزات داخل بازی هستش. این تجهیزات چیزایی مثل تلسما و ترینکت های بازی، انواع سشل یا کیف های بازی، تمام تجهیزات سلاح و حتی طناب، دوربین، قلاب ماهیگیری، دوربین عکاسی و فانوس آرتور میشه که میتونید خیلی راحت اونا رو به دست بیاری. و در ضمن نحوه ساختن و به دست آوردن تلسما و ترینکت های بازی و همچنین سچل های بازی رو هم توی 2 ویدیو نشون دادم که میتونید با کلیک روی لینکی که بالای صفحه میاد اون 2 ویدیو رو هم تماشا کنید. درخواست بعدی این هستش که 10 گونه از 30 گونه ماهی داخل بازی رو صید کنیم که توی ویدیوهای کامل کردن چالش سروایولیسم محل و نحوه صید تمام ماهی‌های داخل بازی رو نشون دادم که برای کامل کردن این درخواست میتونید اون ویدیو رو هم تماشا کنید. مورد بعدی هم این هستش که تمام 6 گنگ داخل بازی رو پیدا کنیم که من محل پیدا کردن هر کدوم از این گنگ ها رو براتون داخل نقشه مشخص کردم که 3 تا از این گنگ ها رو با آرتور و 3 تای دیگر رو با جان میتونیم پیدا کنیم. کار دیگه ای که برای 100% کردن بازی باید انجام بدیم این هستش که حداقل 10 گونه از 19 گونه اسب داخل بازی رو پیدا کنیم که من محل این 10 گونه اسب رو براتون داخل نقشه مشخص کردم که خیلی راحت میتونید با رفتن به این محلا اونا رو پیدا کنید.
مورد بعدی هم ازمون میخواد تا 20 گونه گیاهای مختلف رو پیدا کنیم که تو ویدیوی کامل کردن چالش هربالیسم محل تمام گیاهای داخل بازی رو بهتون نشون دادم که با دیدن اون ویدیو میتونید این درخواست رو هم به راحتی انجام بدید. کار دیگه‌ای که برای 100% شدن بازی باید انجام بدیم به دست آوردن حداقل 48 نوع سلاح از بین سلاح‌های مختلف داخل بازی هستش. این لیست تمام 63 سلاح داخل بازیه که شامل انواع سلاح‌های گرم و سرد بازی میشه که اکثرشون رو توی روند داستان اصلی بازی میتونیم به دست بیاریم، ولی یک سری از اونها رو هم با انجام مراحل فرعی و یا گشتن داخل محیط بازی میتونیم به دست بیاریم و من هم توی 4 ویدیوی مختلف نحوه به دست آوردن تعدادی از اونها رو نشون دادم که برای به دست آوردن سلاح‌های بیشتر میتونید این ویدیوها رو هم تماشا کنید. و در ضمن ما بقیه سلاح‌ها رو هم از اسلحه فروشی بازی میتونید بخرید. درخواست بعدی برای 100% شدن بازی اینه که به ماکسیموم لول سلامتی، استقامت و ددای دست پیدا کنید که کار زیاد سختی نیست و میتونید با خوردن اکسیرهایی که تو این ویدیو قبلا نشون دادم خیلی سریع لول سلامتی و استقامت و ددایتون رو افزایش بدید. کار بعدی هم رسیدن به لول 4 باندینگ اسبتون هستش که توی یک ویدیو تمام کارهایی که برای افزایش سریعتر باندینگ اسبمون میتونیم انجام بدیم رو نشون دادم و شما هم میتونید با انجام اون کارها خیلی سریع به لول 4 باندینگ یا صمیمیت به اسبتون برسید. مورد بعدی که شاید سخت‌ترین کار برای 100% شدن بازی باشه اینه که همه نوع چالش بازی رو کامل کنیم، ولی من تو پلیلیست چالش‌های ردت راحت‌ترین و سریع‌ترین راه برای انجام هر کدوم از این چالش‌ها رو نشون دادم که میتونید این پلیلیست رو هم تماشا کنید. کار بعدی این هستش که 5 کلبه که اتفاق خاصی داخلشون افتاده و یا راز و رمزی دارن رو پیدا کنید که من محل این 5 کلبه رو بهتون داخل نقشه نشون میدم، ولی تعداد این کلبه ها خیلی بیشتر از ایناست و توی ویدیوهای بعدی محل و راز هر کدوم رو بهتون نشون میدم. مورد بعدی هم این هستش که حداقل 5 حیوان افسانه‌ای رو شکار کنید. برای راحت‌تر انجام دادن این کار هم میتونید ویدیو شکار حیوانات افسانه‌ای رو ببینید، چون محل دقیق همه این حیوانات رو تو اون ویدیو بهتون نشون دادم. کار بعدی هم اینه که همه مینی گیم های داخل بازی رو انجام بدیم که اگر چالش گمبل رو کامل کرده باشید خود به خود این درخواست هم انجام میشه. درخواست بعدی این هستش که با 5 نفر از NPC های خاصی که تو جاهای مختلف بازی هستن و هر کدوم داستان یا موضوع خاصی دارن صحبت کنید که من محل این 5 NPC رو براتون داخل نقشه مشخص کردم.
کار بعدی هم حمام کردن هستش که میتونید با رفتن به یکی از هتل‌های بازی این کار رو انجام بدید. دو مورد بعدی دیدن یک نمایش و یک تئاتر هستش که میتونید با رفتن به سالن‌های نمایش و تئاتر سندنیس این دو کار رو هم انجام بدید. کار دیگه ای که برای 100% شدن بازی باید انجام بدیم این هستش که از هر 6 دسته‌بندی که میتونیم توی کمپمون بسازیم یک مورد رو درست کنیم که کار خیلی سختی نیست و اگر مواد لازم برای ساخت این 6 مورد رو داشته باشیم خیلی راحت میتونیم این کار رو انجام بدیم. و بالاخره آخرین کاری که برای 100% شدن بازی نیاز هستش اینه که 4 نوع سرقت که سرقت از مغازه ها، سرقت از خونه ها، سرقت استشکشا و سرقت از مسافرهای قطار هستن رو حداقل یک بار انجام بدیم که کار زیاد سختی نیست و اگر چالش بندیت رو کامل کرده باشید این درخواستم خود به خود انجام میشه. خب بعد از اینکه تمام کارهایی که برای 100% شدن بازی رو انجام دادیم و با جان هم مراحل اصلی بازی رو تموم کردیم، بازی ما رو با جان به سر قبر آرتور میبره که بهتر خودتون این صحنه رو تماشا کنید. خب اینم ویدیو 100% کردن بازی ردد 2 که امیدوارم براتون مفید بوده باشه. که اگر اینطور بوده ازتون ممنون میشم ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا به محض آپلود کردن ویدیو بعدی شما از اون باخبر بشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.